نحمد و نصلي على رسول کریم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى. صدق من نطق. قبل از اینکه با ترجمه حدیث بپردازیم، از این مؤسسه خیریه یاردم صاحب که در این مکتبی که طفلای مردم و طفلای شهر میمنه اینجا درس میخوانند که از آب آشامیدن چنان به حالتی بودن که حتی از خانه ها طلب میکردیم ما. باز این مؤسسه خیریه که از طرف یاردم صاحب در اینجا آمده که مصارفشون در نظر نیست، اخلاصشون در نظر است، همین نیتشون در نظر است و کدام کسی که به اینا پیسر پود تا حتی داده که نامی میگرفته نشوه ما پود باشم. باز از اونا هم خیلی تشکری میکنیم. اصلا تشکری از طرف الله، از طرف رسول الله است، به خاطر امید آخرت است. همین ببینیم که در سوانی امام طحاوی رحمت الله علیه یک محدث است، در اونجا میایه که امام طحاوی رحمت الله علیه در حالتی که کتاب نوشته میکردن به هر وقت مهمترین چیز، مهمترین کار جامعه چیست؟ امی تربیه و تعلیم و امی علم و هنر و همیناست دیگه. پس ما در اینجا طفلای معصومی که در اینجا کلمه لا اله الا الله میخوانن یا کتاب دری و ساینس و جغرافیا و هر چیزی هم که میخوانن، به هر صورت اینا علم میخوانن. یک علم تکنولوژی جزء قرآن است. هر کس که به قرآن علم داشت با تکنولوژی را استخراج از قرآن کرده. پس اینا همه کسایی هستند که طفلای معصوم و شما هستند، قابل ترحم هستند. پس به این خاطر کسانی که در اینجا نالدوانی کردن و کسانی که زحمت کردن، کسانی که پیسر رفته، یک تجاری که مخفیانه صدقه میکنه که الله قبول بکنه که او به حدیث رسول الله عمل کرده که کاری میکنه که ریا نشوه. پس الله تعالی با دعای همین بزرگا، با دعای همین طفلای معصومی که در اینجا تشنه بودن، الله تعالی صدقهشان قبول بکنه، الله تعالی صدقه جاریه بگردانه. همون نیتی که اونا دارن، نیت خیریه که داشتن، الله تعالی انما الاعمال بالنیات، نیتشان الله تعالی با آخرت و ثمره نیتشان الله تعالی با دعای طفلا و با اینها هم رحم میکنه، با ما هم الله رحم میکنه. کسی که به کسی رحم کرد الله حدیث رسول الله به حق او رحم میشه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحیم. من ستوده از مکتب نسوان پشخانی دخترانه هستم. قبلا ما آب نداشتیم و از همسایه ها طلب میکردیم. خیری یاردم از آنها تشکری میکنیم که به ما آب آوردن.